سلام دوستان گل، خسته نباشید. حالتون خوبه؟ خیلی مخلصم. آقا امروز اومدم راجع به این رادیاتورها. ببین الان دیگه فصل زمستون داره میاد دیگه. برای نصب رادیات دارم میگم. ببین رادیاتی که نصب میکنید، خب ببین اول از همه با تراز میخواید نصب کنید، تراز نصب کنید. ولی نه، میخواید دقیق در بیاد با شلنگ تراز. با شلنگ تراز اون نصب کنید. بعضی از ساختمان‌ها اکف کجن یا از سقف کجن. خب نمیتونید دقیق درش برید. ولی شلنگ تراز این اختلافو براتون میگیره. بعد راجع به این شیرا بهتون بگم، شیرای رفت و برگشت رادیات. خب ببینید این لوله کش ما خب بر فرض مثلا میاد 50 میگیره اینجا. خب بعد این لوله ها به صورت چپگر راستگر خب یه خورده میکشه خودش به راست یا به چپ. خب اینجا اختلاف ایجاد میشه. این کامل خود این توپی بسته نمیشه به رادیات. ببینید با این روپیچ توپیچا خب میتونید اضافه کنید که دیگه نخواد این پلیتا بذارید که فنریه. همینطوری اول رادیاتتون رو نصب کنید، بعد شیرتون رو نصب کنید. تو این حاله شیره چی میگن پیچای رو پیچ تو پیچ هم اینطوری اضافه کنید، مرتب سوار میشه، خیلی مرتب و شیک و صفر در میاد دیگه. اینطوری دیگه الکی کج و کلم نمیشه. دوستتون دارم، یا علی مدد، خدافظ.